فرزند من و شما اگر حالت استثنایی و متفاوتی داره، به این معنا که یا بهره هوشی او از حدی پایین هست که احتیاج به محیط‌های آموزشی مشخصی خواهد داشت، و یا احتمالاً بهره هوشی او و یا توانایی‌های دیگر در او به گونه‌ای هست که حتماً باید در محیط خاصی قرار بگیره، باید در این زمینه اقدام کرد. بنابراین بنده درباره استثناءاتی که احتمالاً از چند درصد تجاوز نمی‌کنه گفتگویی ندارم و این مطلبی است که باید مورد به مورد مطالعه قرار بگیره و سپس تصمیم لازم در این باره اتخاذ بشه. اما اگر فرزند من و شما باهوش و یا احتمالاً تیزهوش هست، به نظر میرسه که بهترین هست که در محیط آموزشی معمولی باشه. نکته دومی که در این زمینه مایلم عرض کنم این است که شاید فقط 10% مدارس خصوصی هستند که واقعاً به دلیل فلسفه و هدفها و جهتهایی که دارن و امکانات و فرصتهایی که دارن محیط مناسبی به جهت فرزندان من و شما میتوانند باشند، مشروط بر این که معمولاً هزینه‌های سنگین اونها رو بتونیم تا آخر تقبل و تحمل کنیم. در حالی که به طور کلی به نظر من در مراکز و محلهایی که مدارس خوب دولتی وجود دارند، بهتر این است که ما و شما فرزندمون رو به این محلها بفرستیم تا اینکه اون رو به مدارس خصوصی رهنمون بشیم. معلوم است که اگر مدارس دولتی خوب و مناسب نیست، اگر من و شما جهتها و هدفهای خاصی به جهت فرزندمون داریم که برخی از اوقات باورهای ویژه فلسفی و مخصوصا مذهبی ما هست، بنده در اون باره سخنی ندارم، گرچه امید من این است که در این گونه موارد با واقع بینی و با توجه به صلاح و مصلحت فرزندمون نه تنها در حال بلکه در آینده انتخاب تصمیمی کنیم و مخصوصا نگرانی و اضطراب‌های فردی و شخصی و یا وسواس و گرفتاری هایی که در این زمینه داریم رو مبنای انتخاب محیط آموزشی به جهت فرزندمون قرار ندیم. ولی به هر حال به نظر میرسه که مدارس دولتی به دلایل فراوان بر مدارس خصوصی ترجیح دارن. مورد اول، اصولاً فرزند من و شما در آینده در جامعه‌ای زندگی میکنه که همکنون بچه‌هایی از گروه‌ها و طبقات مختلف و متفاوت به این محیط‌های آموزشی میان و بنابراین این آگاهی و شناخت اونها رو در بزرگسالی میتونه کمک کنه. به همین جهت است که مدرسه‌ای که به نوعی نمونه جامعه باشه برای فرزند من و شما بهتر خواهد بود تا اینکه من و شما گروه ویژه‌ای رو در محیط آموزشی در اطراف او قرار بدیم، در حالی که احتمالاً در زندگی با چنین افرادی فقط برخورد نخواهد داشت. مورد دوم، مدارس دولتی معمولاً به همه جنبه‌ها و جلوه‌های رشد و تکامل کودک انسانی اهمیت میدن و به دلیل گفتگوهای دقیق و عمیق و مسئولانه‌ای که در این زمینه داشتن، غالب اوقات انتخابی که درباره دروس و محتوای درس‌ها دارن به مراتب بهتر از مدارس خصوصی خواهد بود. سوم اینکه اهمیتی که این مدارس معمولاً به ورزش و یا هنر و به ویژه موسیقی میدن، نقش بسیار مهمی در رشد هوشی و عقلی فرزندان من و شما و زمینه‌های دیگر زندگی داره، با اینکه در مدارس خصوصی به دلیل تأکید بیش از حد معمولاً به روی زمینه‌های علمی و یا احتمالاً هنری فرزند من و شما را از نوعی فعالیت‌های فیزیکی و یا جسمانی دور نگه می‌دارن و در این زمینه میتونن به اون آسیب بزنن. مطلب دیگر در خصوص معلمین مدارس دولتی و خصوصی است. در بسیاری از نقاط جهان، از جمله در ایالت کالیفرنیا، مدارس دولتی باید معلمینی رو انتخاب کنند که علاوه بر داشتن مدرک لیسانس، دوره‌هایی رو به جهت آموزش پشت سر گذاشته باشند و در حقیقت معادل مدرک فوق لیسانس رو دارند و این بایدی است که از یک طرف معلم رو به دلیل اینکه در محیط آموزشی و دانشگاهی بوده، از جانب دیگر به دلیل اینکه خود چنین زمانی رو پشت سر گذاشته و بعداً به دلیل حقوق و مزایایی که به خاطر اون دریافت میکنه در سطح و گروه دیگری قرار میده. و حالا اینکه در مدارس خصوصی در بسیاری از نقاط از جمله در ایالت کالیفرنیا تقریباً هیچ گونه
مدرکی و یا قیدوبندی وجود نداره و متاسفانه مطالعات آماری نشون میده که 70 تا 80% این افراد مدرک لازم معادل آنچه را که در محیط‌های دولتی هست رو ندارن. بنابراین از یک طرف معلمی که خود درس نخوانده و علاقه‌ای به رفتن به دانشگاه نداشته و از جانب دیگه با حقوق و مزایای کمتری زندگی میکنه، نمونه و الگوی مناسبی به جهت فرزندان من و شما نمیتونه باشه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی در مدارس دولتی و خصوصی موضوع معلم خواهد بود. مطلب دیگر، در مدارس خصوصی متاسفانه کوشش میشه که رضایت والدین فراهم بشه تا کار احتمالاً رشد و تکامل کودک مورد توجه باشه و در نتیجه با محدودیت‌هایی و یا احتمالاً آموختن آداب و رسومی و یا بالاخره دادن تکلیف بسیار زیاد به شاگرد کوشش میکنن که این پیام رو به پدر و مادر بفرستن که ما از فرزندان شما مواظبت و مراقبت میکنیم، در حالی که به نظر میرسه بسیاری از این امور احتمالاً درست و مناسب نخواهد بود. مطلب دیگر، در محیط‌های خصوصی غالب اوقات اصل برابری و یکسانی رعایت نمیشه و بسیاری از پدران و مادران با پرداخت‌ها و یا درگیر شدن در فعالیت‌های مدرسه به نوعی نظریات خودشون رو اعمال کرده و فرزندان من و شما رو از حق برابر و رعایت عدالت و انصاف دور نگه می‌دارن. معلوم هست که مدارس خصوصی معمولاً هزینه سنگینی داشته و برخی از اوقات من و شما این هزینه و تفاوت رو با جابجایی خودمون به مراکزی که مدارس دولتی خوب دارن برای همیشه میتونیم تأمین و تضمین کنیم. بنابراین هزینه سنگین مدارس خصوصی و مخصوصاً ادامه اونها میتونه گرفتاری به وجود بیاره. اما خوشبختانه مدارس خصوصی از دو امتیاز برخوردارند. یکی این که معمولاً تعداد شاگردان در کلاس‌های اونها کمتر است و دوم این که توجه ویژه‌ای به رعایت برخی از اصول، چه از نظر اخلاقی و چه از نظر علمی دارند که در برخی از موارد امتیاز فوق‌العاده اونها رو موجب میشه. به هر حال در سطح کلی و عمومی و برای بیشتر مردم به نظر میرسه که مدارس خوب دولتی و درگیری پدر و مادر میتونه هدفها و یا نیازهای فرزندان اونها رو برآورده سازه و به همین جهت است که در این گونه موارد باید از چشم و همچشمی و یا احتمالاً فقط به دلیل جنبه‌ای و جلوه‌ای از این مدرسه یا مدارس انتخابی بسیار مهم و اساسی رو که مربوط به آینده و سرنوشت فرزندانمون هست رو انجام ندیم، بلکه با مطالعه، با دقت، با مشورت به تصمیمی در این باره که بتونه مخصوصاً ادامه پیدا کنه دست بزنیم.